قدیر کجاست؟ تو هتل خانم آقا. آخرش یه کاری میکنه بیفتم دنبالش. باید بشینم باهاش حرف بزنم. اصلا پیداش نیست. بریم هتل. امشب نریم خانم آقا. آخه چرا؟ دختر از بیمارستان مرخص شده، تو هتل میمونه. واسه پسرم متاسفم. پسر رنای من است با بازی دختره یه زن بدکاره شده. این دختره رو باید یه کاری کنیم. چه کنیم خلیل؟ هرچی شما بگین خانم آقا. تو میتونی بری. مامان تحمل کن، نجاتت میدم. هر کاری بخواد میکنم، خودمو فدا میکنم، نجاتت میدم. حالت چطوره گلم؟ خوبم، ممنون. بیا بریم پایین یه چیزی بخوریم. من خیلی گرسنم نیست. یعنی چی گرسنت نیست؟ یه چیزی بپوش، تازه از بیمارستان اومدی، باید به خودت برسی جیلان. بودو بریم، بودو. مادر، ببینم حالا راضی شدی؟ خودت داری میبینی مادر جان، با شکستن غرورم و خورد کردن من قدیر رو فرستادی پیش کیا مادر؟ تو دیگه شروع نکن. اگه درست رفتار میکردی این همه بلا سرمون نمی اومد. مادر، من هر کاری کردم به خاطر قدیر کردم، اما تو خونه منو خراب کردی، گناه بزرگی کردی. مطمئن باش تا سزاشو ندی از این دنیا نمیری. ای والله. ممنون عبدو. چرا تو نمیخوری؟ خیلی خوشمزه است.
نوش جونت. من فعلا میل ندارم. تو بخور، نوش جونت. فهمیدم. من سیر شدم. چرا فکر کردی مجبوری اینجا بمونی؟ هر وقت خواستی میتونیم بریم. ای بابا، چرا به دل گرفتی لیلا؟ یه چیزی بهت بگم، تو هنوز منو نمیشناسی. من اگه نخوام کاری بکنم هیچ کس نمیتونه مجبورم کنه. حتی تو که تاج سر منی نمیتونی. خیلی مطمئن حرف میزنی اما تو هم هنوز منو نشناختی. به نظرم بیشتر که با هم باشیم اصلاً با هم نمیسازیم و دعوامون میشه. ای بابا، چرا اون وقت؟ خیلی متفاوتی. متفاوت باشیم چی میشه؟ حتما با یه نفر شبیه خودمو دوست داشته باشم؟ من از دوست داشتن حرف نزدم. خب اگه درباره دوست داشتن و دوست داشته شدن نیست که خب حل میشه. همچین چیزی نگفتم. فقط با دوست داشتن که نمیشه. من با آدم لاتی مثل تو نمیتونم، میفهمی؟ اومدیم اینجا هنوز نشسته شروع کردیم گی این ور اون ور رو نگاه نکن. ببین لیلا، آدم اگه دوست داشته باشه همه چی حل میشه. عشق باشه توافقم میاد. اگه چشمش به در نباشه حتما یه راهی پیدا میکنه. چیزی که تو بهش میگی لات، من بهش میگم یه مرد واقعی. آدم از کسی که براش ارزش قائله دفاع نمیکنه، مراقبش نیست، روش حساس نیست، حسادت نمیکنه. پس میگی اینا به خاطر عشقه؟ یعنی همه رفتارا و کارایی که انجام میدی به خاطر اینا؟ آره؟ من به خاطر تو جلوی خودم هم وامیستم، حتی خودم. ببین، اگه یه روزی اینی که الان هستم نباشم، بدون که از تو هم گذشتم. جیلان عزیزم، تو چیزی رو ازم قایم میکنی؟ نه. چی شده؟ جیلان، هم من هم تو روزای بدی رو میگذرونیم، اما من بین این همه مشکلات کنار تو میتونم نفس بکشم. به تو که نگاه میکنم شاد میشم، زمان وامیسته. گلم، من دوستت دارم. درد و غممو فراموش میکنم، اما تو اینطوری نیستی. یا داری چیزی رو ازم قایم میکنی جیلان، یا منو دوست نداری. یکی از این دوتاست. هر طور میخوای فکر کن، اما فکر نکن که دوستت ندارم. پس یه چیزی رو بهم بگو. چطوری خوشحالت کنم جیلان؟ یه چیزی بگو. بابا، من نتونستم مادرتو بیارم اما میارمش جیلان. قول من قوله. والا میارم، بلا میارم. جیلان، برم صورتمو بشورم.
بگو جیلان، تعریف کن تموم شه بره. خدای خودت کمکم کن، کمک کن راه درست رو پیدا کنم. صداش خیلی قشنگه. چی بهش گفتی؟ گفتم آهنگ منو بزنه. خیلی قشنگه. این آهنگ محبوبته؟ از روزی که مهرت به دلم افتاد. Kaşın bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malına. بهتری عزیزم؟ خوبم، الان بهترم میشم. یعنی اگه عصبانی نشی. آخه من میتونم از دست تو عصبانی شم. تو یه قلبی داری که من میدونم عمدن نمیتونی قلب کسی رو بشکنی. واقعا درباره من اینجوری فکر میکنی؟ بعد از این همه اتفاقی که به خاطر من و مادرم سرت اومد؟ این فکرها چیه میکنی جیلان؟ نکن. تو برای من خیلی ارزش داری. تو جون منی جیلان، بدون دروغ، پاک.
اما من بهت دروغ گفتم. آره گفتی، آره. مادر تو قایم کردی، محل زندگیت هم همینطور. از رو خجالت بود، ولی اینا همش مال قبل جیلان. عزیزم خودتو ناراحت نکن، تو رو خدا. من فراموش کردم، تو هم بکن. بریم دیگه. باشه جیلان، بریم. میبینی فهمیده اومدم میخواد استقبالم کنه. بذار در رو باز کنم وگرنه ساکت نمیشه. پسرم عزیزم، دلم خیلی واسه تنگ شده بود. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا عزیزم. تو پاچ بیا اینجا، بیا عزیزم، بیا تو پاچ. وقتی اسم توپاش روش میذاری همینه دیگه، نمیاد. این سگ گله است. نه خیرم، پسر من خیلی مؤدبه. مگه نه عزیزم؟ مگه نه توپاچ؟ تو رو دیده خودش رو لوس کرده. باشه هرچی تو بگی. ممنون بابت همه چیز. واقعا خیلی خوب بود. بازم میری؟ هر وقت که بخوای. من فعلا میرم. فردا میام دنبالت. اگه کاری داری خودم میتونم برم. من کارم، زندگیم، دعام تویی لیلا. چند بار دیگه باید بهت بگم. من از گفتنش خسته نمیشم، اما تو تا کی میخوای به روی خودت نیاری؟ من فقط میدونی من در واقع لیلا، سلام عزیزم. چطوری؟ خلیل خان. شب بخیر. شما چطورین سلین خانم؟ خوبم، ممنون. ممنونم بابت شام. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر سلین خانم. شب بخیر.
من صبح میام دنبالت. همدیگه رو بوسیدین؟ چی کار میکنی؟ سلین میشنوه. خب بشنوه چی میشه؟ سلین میشه بری تو؟ دارم یخ میزنم. وایساده حرف میزنه. برو تو. خیلی حالم بده سلین، دارم میمیرم. شاید مسموم شدی. دیشب کباب خوردی دیگه. بشین چایی تو بخور. نه میل خوردن ندارم. تو دیرت نشده؟ چند بار بگم مرخصی دارم. حواست کجاست عزیزم؟ آره ببخشید باشه. خلیل اومد. کیفم کجاست؟ امروز خیلی بد شدم. نه قیافم چطوره؟ نگاه کن. خوشگلی عزیزم، خوشگل. نکنه این حال بد به خاطر هیجانه؟ نمیدونم سلین، خیلی گیج میزنم. طبیعیه. خب پسره تو چشمات زل میزنه، تو هم تحت تاثیر قرار میگیری. اگه یه نفر اینطوری منو رو سرش میذاشت بال در می آوردم عزیزم. به نظرت اینطوریه؟ من برم دیگه، دیر نکنم. شب با هم حرف میزنیم. باشه فعلا خدافظ.
چطوری؟ تونستی بخوابی؟ آره، اما وضع معدم هنوزم خرابه. شاید به خاطر غذاهای تند دیشب بوده. من که میگم بیا ببرمت دکتر. مثل اینکه یادت رفته من دکترم. گوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. لطفاً بزن کنار. لیلا خوبی؟ تو هنوز نرفتی؟ موندی پیشم؟ صبح بخیر. صبح بخیر. چطوری؟ خوب خوابیدی؟ من خوابیدم، اما انگار نذاشتم تو بخوابی. من کیفم کوکه. خب دیگه پاشو گلم، پاشو آماده شو. عزیزم، من الان میرم پایین. گفتم صبونه درست کنم. یه صبونه مفصل که خوردیم میریم واسه پانسمان. باشه؟ باشه. خدایا چی میشه این بار دعاها مستجاب بشه؟ مامانمو پیدا کنیم، این مسخره بازی ها تموم شه. هر صبح که چشم باز میکنم اونو ببینم. خوب شدم، اینطوری نگام نکن. عزیزم لج نکن، بیا ببرمت دکتر. خیالمون راحت میشه. نه همچین چیزی باشه من میفهمم، لازم نیست. باشه بیا، میدونم کجا ببرمت. کجا؟ من باید برم خانه بهداشت. حالا نیم ساعت دیر برو، مریضی دیگه. تا نگی کجا سوار نمیشم. یعنی نمیگی با تو هر جا که بخوای میام؟ آره. چه ربطی داره؟ فقط کنجکاو شدم. تو بگو بدون سوال جواب سوار میشم. منم بهت میگم، قول میدم بهت میگم. باشه. خوب سوار شدم، بگو. آفرین. 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 آفرین رو نشونت میدم. باشه وایسا. چه باشه ای؟ میبرمت پیش دایم. دایت برات یه صابونه مفصل درست میکنه. بعدش هم یه شربت لیمون نعنا بهت میده، خوب میشی. باشه. صبح بخیر قدیر خان. صبح بخیر برادر. شما؟ کسی که بیشتر از همه میخوای ببینیش، حسن. ای بی شرف، ای بی ناموس، پیدات میکنم. عوضی زیر زمینم بری پیدات میکنم و میکشمت. تو که منو پیدا نمی کنی، ولی من بهت یه خوبی میکنم. گلبهار دلش برای دخترش تنگ شده، تو هم پولشو بده و گلبهار رو بگیر. ها؟ چی میگی؟ یه بازی باهات بکنم عوضی، حالا میبینی. باشه بابا، 500,000 تا میخوام. بایه یا نه قدیر خان؟ باشه. کی کجا؟ یه ساعت دیگه.
دختر جا رو بلده، خودش میارتت. دختره میدونه؟ جیلان؟ جیلان! 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 جیلان، یه سوال ازت میپرسم، راستشو بهم بگو. جای حسن رو میدونی؟ جیلان، یه بار دیگه میپرسم، میدونی حسن کجاست یا نه؟ دیوونه شدی جیلان؟ چطوری میتونی از من مخفی کنی؟ این همه مدت واسه این به خودت میپیچی؟ هرچی از سری بگو بگو، وگرنه دلتو میشکنم جیلان. بگو. منو یه بار بردن اونجا، حسن برد. چطوری برد؟ کی برد؟ بهم گفت تسلیم شو. اومدم ازت خداحافظی کنم، اما ترسیدم، نتونستم بگم. تو رفتی تسلیم اون بیشرف بشی؟ تو چشام نگاه کردی و دروغ گفتی؟ آره؟ واقعا که برات متاسفم. گفت اگه نیایی مادرت میمیره. چی کار میکردم؟ تو هم فرار کردی؟ اونا هم تعقیبت کردن؟ آره؟ آره. باید به من میگفتی، باید به هم میگفتی جیلان. واسه چی ازم قایم کردی؟ میخواستی چی کار کنی؟ چون میخواستم از تو و مادرم مراقبت کنم. اگه میگفتم مادرمو میکشتن، اگه میگفتم میومدن تو رو میکشتن. باش عزیزم، باشه، آروم باش. ببین منو ببین. حسن زنگ زد، پول خواست واسه مادرت. منو ببر پیشش. حالا هرچی، به احتمال زیاد تلس، ولی شانسمون رو امتحان میکنیم. باشه جیلان؟ خیلی خوب، آروم باش. ببینی تو یه همچین هوایی میخواستی. نمیدونم به خاطر اکسیژن یا نه، ولی اشتهام خیلی باز شده، خیلی خوشمزه. خیلی زحمت کشیدیم. چه زحمتی دخترم. خلیل که دیر به دیر میاد، همچین مهمون خوشگلی هم آورده. لیلا اینجا دکتره. ماشالله خوشبخت بشین. عروسی نزدیکه؟ انشالله. تو ما را از دعات محروم نکن. وقتی 2 نفر بخوان. مادر جون، من دیگه باید برم سر کار. همه چی خیلی خوب بود، زحمت کشیدم. یه قهوه میخوردی دخترم؟ خیلی متشکرم، ممنون. دستت درد نکنه، حلالمون کن. به سلامت ننه. بازم بیا خلیل. باشه به من سر بزنینا. باشه. خدا نگهدار. بازم خیلی ممنون. به امان خدا. برو. آره دیگه، همین. نمیدونم، اصلا نفهمیدم چطوری بیدار شدم. با دختر دست تو دست بودن، عقد کرده بودن، داشتن از پله ها می اومدن پایین. خدا اون روزو نیاره مادر. با خیال راحت دوتاشونو زدم. توبه خیر باشه. میگن تعبیر عروسی تو خواب خیره.
اما تو خون دیدی؟ خون، چون که خون خوابو باطل میکنه. والا یادم نمیاد مادر جون، اما انگار ندیدم. خوبه حالا که ندیدی حتما خیره. تموم شد رفت. انشالله مادر جون، انشالله. اینطوری نبینش ها، قریشان پشیمونه مادر. اون هم دختر معشوقه خلیل رو نمیخواد به خدا. به نظر من قریشا حساب این پاپتی رو میرسه. اگه ناصرم بتونه قاتل بابامو پیدا کنه، حساب قریشا رو میرسم و دیگه اون وقت ذوق مرگ میشم مادر جون. تو نمیخواد قصه بخوری مادر من. نوبت ما میرسه به زودی انشالله. زیلان، هر کی هر کار میخواد بکنه تو یکی دخالت نکن. یکم وایسا. گفتی نقشه میکشم سبب مرگ بابات شدی، یکم صبر کن دیگه. مادر جون تو دیگه نمیخواد چاقو بذاری بیخی گلو. به خدا چایمو زهر کردی. واسه اینکه ننه ناراحت نشه اونطوری گفتم. پیرزنه دیگه. آره، منم حد زدم. نمیدونم، آخه فوری پا شدی گفتی بریم. منم گفتم نکنه جدی گرفتی. اگه جدی گرفته بودم سکوت نمی کردم. لیلا چیه؟ عصبانی نشو، شوخی کردم. حالا اگه ناراحت میشی میگیرمت، قصه نخور. ماشینو لطفا نگهدار، عصبانی شدم. باشه عصبانی نشو. هر چی بخوای میگی، بعد میگی شوخی کردم. لیلا، من خودمو مجنون تو کردم دیگه، چقدر بگم؟ باشه دیگه شوخی کردم، کشش نده. وایسا حالم خیلی بده. من چم شد آخه؟ داداش ما حاضریم. اگه ناصر خان تحت نظر داشته باشه چی؟ فکر اونشم کردم. با آدمات بگو من که علامت دادم سریع بزننش. علامتم اینه، وقتی دست به سرم کشیدم قضیه رو بزنم. باشه داداش. الو جلیل، هرچی آدم داریم جمع کن، بیا پمپ بنزین تو راه باتمان. میریم پیش حسن. بجو. خیلی ازم عصبانی هستی. آره هستم جیلان، خیلی هم عصبانیم. سوار شو.